حمد و ثنا و ستایش مخصوص خدای بزرگ است، خدای زیبایی ها و خدای ثروت. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان و دنبال کننده پیج علم خفیات. امروز دستوری برای شما آماده کردم جهت شناساندن سارق. پولی، طلایی، چیزی از منزل به سرقت رفته، میخوایم بدونیم کار چه کسی است. پس موضوع درس ما امروز سارق کیست؟ مثلا مقداری پول از منزل به سرقت رفته، باید به عربی تبدیل بشه. مثلا پول به عربی میشه مال، و روزی که پول از منزل دزدیده شده یا فهمیدیم اون روز که این پول نیست، مثلا روز یکشنبه ما فهمیدیم پول نیست، روز یکشنبه به عربی میشه یوم الاحد، احد. هر دو رو باید به ابجد تغییر بدیم، هم مال هم احد. مال به ابجد فکر کنم 71 اگر درست باشه، احد هم به ابجد 44. هر دو عدد رو با هم دیگه جمع خواهیم کرد، 71 و 44، 5 7 و 4 15. شیوه شناساندن در اینجا به 3 طریقه. یک، یا باید دزد از همسایه باشه، یا از اهل خانه، یا غریبه. پس ما میایم 115 رو تقسیم بر 3 خواهیم کرد. 3 3 تا 9 تا 2 باقی مانده، 5 رو میاریم پایین، 8 3 تا 24. باقی مانده ما شد 1. پس اگر باقی مانده 1 باشد، دزد از همسایه هاست. اگر باقی مانده ما 2 باشد، دزد از اهل خانه است. و اگر باقی مانده 3 باشد، دزد یک فرد غریب است. دیگه میتونیم متوجه بشیم که آیا این مال که از منزل ما به سرقت رفته توسط چه کسی بوده؟ فامیل، همسایه است، یا یک غریبه اومده این عمل انجام شده. انشاءالله بتونیم مطالب بیشتری در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. تا جلسه دیگر شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.